سراغش رفتم و ماجرا رو براش تعریف کردم که عصبی شد و وسط خیابون ولم کرد و رفت. بعد هم بلاکم کرد و دیگه جوابمو نمیداد. با همه اینا بعد از گذشت چند روز دیگه طاقت نیاوردم و حوالی ظهر که میدونستم وقتش آزاده سراغش رفتم که دیدم جلوی محل کارش داره با یه مرد مسن حرف میزنه و میخنده. اینقدر عصبی شدم که برگشتم خونه و به خودم گفتم طلاقش میدم. ولی بعد از گذشت چند ساعت دیگه طاقت نیاوردم و کاردی از توی آشپزخونه برداشتم و سراغش رفتم. وقتی از محل کارش بیرون زد چند دقیقه‌ای تعقیبش کردم و همین که دیدم خیابون خلوت شده کارد رو از جیب لباسم بیرون کشیدم و سمتش دویدم و درود دوستان، به کانال حقیقت خوش آمدید. شما شنونده یک روایت دیگه از سری پرونده های منتخب ما هستید. امروز هم با یک پرونده عجیب و دلخراش از مشهد در خدمت شما هستم. اگر به این سبک از موضوعات علاقه‌مند هستید خوشحال میشیم کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا روایت های جدید رو از دست ندید. حوالی ساعت 8 شب 13 دی ماه سال 1402 بود که زن مسنی با مأمورین پلیس تماس گرفت و با ترس گزارش درگیری دختر و پسر جوانی رو داد. اون بعد از گزارش و بدون توضیح اضافه‌ای گوشی رو قطع کرد که وقتی مأمورین پلیس توی صحنه وقوع حادثه حضور پیدا کردن با جسد غرق خون دختر جوانی مواجه شدن که هیچ خبری از قاتل نبود و شاهدهای حاضر توی صحنه توضیح دادن که پسر جوانی وسط خیابون کارد آشپزخونه رو از زیر کاپشنش بیرون کشید و سریع به سمت دختر جوان که کنار خیابون معروف به شلوغ بازار گلشهر ایستاده بود حمله کرد. اون پشت سر هم ضربات وحشتناکی به جسم دختر جوان میزد و هیچ توجهی به رهگذرهای وحشت زده نداشت و بلافاصله بعد از تموم شدن کارش وقتی که از مرگ دختر جوان مطمئن شد پا به فرار گذاشت. این در حالی بود که هیچ کس جرأت دخالت یا مانع شدن رو نداشت. مأمورین پلیس بلافاصله با نیروهای اورژانس تماس گرفتند. هنوز چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که امدادگرها بالای سر جسد حاضر شدند و متوجه شدند دختر جوان هنوز نبض داره و نمرده. امدادگرهای اورژانس بعد از معاینه دختر جوان سریع اون رو به بیمارستان منتقل کردند، اما به خاطر خونریزی شدید و تعداد ضربه‌های بالا به قفسه سینه دختر جوان توی مسیر بیمارستان جونش رو از دست داد. به این ترتیب تیم تحقیقات اداره امور جنایی به همراه بازپرس پرونده بعد از بازرسی صحنه جرم و صحبت با شاهدین ماجرا راهی بیمارستان شدند تا هویت دختر جوان رو پیدا کنن و اتفاقی که افتاده رو به خانواده‌اش اطلاع بدن. طولی نکشید که به واسطه مدارک شناسایی که توی جیب مقتول بود، مأمورین تونستن خانواده مقتول رو شناسایی و به کلانتری احضار کنن. خانواده زینب 18 ساله از شنیدن خبر قتل دخترشون به شدت شوکه شده بودند و در ابتدا ادعا کردند که دخترشون با هیچ کس مشکلی یا خصومتی نداشته. بنابراین دلیلی وجود نداره که کسی بخواد اون رو به قتل برسونه، مگر اینکه قاتل به قصد سرقت یا دزدی این بلا رو سر دخترشون آورده باشه. در حالی که هیچ رد و نشانی از قاتل به جا نمونده بود، زن مسنی که در ابتدا با پلیس تماس گرفت و گزارش این درگیری رو داد، به کلانتری مراجعه کرد و با فیلمی که از درگیری زینب و مرد جوان گرفته بود، هویت قاتل رو فاش کرد و مشخص شد که عامل جنایت نامزد زینب بوده که به خاطر اختلافات خانوادگی اون رو به قتل رسونده. بعد از مشخص شدن هویت قاتل طولی نکشید که با وجود فرار مهاجم از صحنه هولناک جنایت، نیروهای انتظامی به دستور قاضی ویژه قتل عمد مشهد برای دستگیریش راهی خونه‌شون شدند، اما متهم اصلاً به خونه نرفته بود و حتی خانواده‌اش هم ازش خبری نداشتند. در حالی که بررسی‌های کارشناسی مقام قضایی به طور جدی شروع شده بود، سرنخ‌هایی از مسیر فرار متهم هم به دست اومد که نشون می‌دادن اون از مشهد به طرف تهران فرار کرده. به همین دلیل گروه ویژه‌ای از کارآگاهان پلیس جنایی خراسان رضوی رصدهای اطلاعاتی برای دستگیری احمد که تبعه افغانستان بود رو شروع کردند و با بهره‌گیری از راهنمایی‌های قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد
موفق شدن متهم 23 ساله رو توی منطقه پیشوای ورامین در حالی که سعی داشته راهی برای قاچاقی فرار کردن از مرز پیدا کنه دستگیر کنن و به مشهد انتقال بدن. متهم این پرونده جنایی که بعد از 2 هفته در برابر سوالات تخصصی قاضی ویژه قتل عمد قرار گرفته بود، به ارتکاب جنایت اقرار کرد و گفت بعد از این که نامزد سابقم رو طلاق دادم با زینب توی محل سکونتمون آشنا شدم و به طور سنتی پای سفره عقد نشستیم. ولی خیلی زود اختلافات ما به دلیل بی‌محلی‌های نامزدم شروع شد. اون از اول هم خیلی تمایلی به ازدواج با من نداشت و حتی سعی می‌کرد جشن نامزدیمون رو عقب بندازه. مشکلات اصلی ما از جایی شروع شد که زینب هنوز 1 ماه از نامزدیمون نگذشته دیگه درست و حسابی جوابمو نمیداد و رفتارهای عجیبی از خودش نشون میداد. به همین دلیل روز قبل از حادثه سراغش رفتم تا باهاش حرف بزنم. اما اون به هم توجهی نکرد و گفت میخواد با دوستاش بره بیرون و حوصله منو نداره. حرفهاش به شدت ناراحتم کردن. اما باز هم کوتاه اومدم تا اینکه فردا صبحش بهش زنگ زدم تا برم باهاش صحبت کنم. ولی باز هم به من بی‌محلی کرد. به همین خاطر دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و موقعی که داشت از کارگاه خیاطی به خونه‌شون برمیگشت کنار خیابون خفتش کردم و مورد هدف ضربات کارتی قرار دادم که از آشپزخونه برداشته بودم. به دنبال اعترافات متهم که در حضور افسر پرونده صورت گرفت، احمد 23 ساله با دستور قاضی راهی زندان شد تا تحقیقات جنایی در این باره تکمیل بشه. با توجه به اهمیت و حساسیت این ماجرای جنایی که موجی از احساس ناامنی رو توی منطقه‌ای از شهر به وجود آورد که بیشتر ساکنین اونجا اتباع خارجی افغانستان هستند، پیگیری‌های قضایی سریعتر انجام می‌شد و به این ترتیب پرونده قتل زینب به دادسرای مشهد منتقل شد. وقتی بعد از 1 ماه اولین جلسه دادگاه تشکیل شد، پدر زینب توی جایگاه ایستاد و ادعا کرد که احمد دروغ میگه و دخترش به اون بی‌توجهی نمی‌کرده و رابطه خوبی داشتن. ولی این اواخر چون با هم دعواشون شده بود، زینب دیگه جوابشو نمیداد تا بلکه احمد کوتاه بیاد و درگیری‌های بین خانواده‌ها تموم بشه. طبق گفته‌های پدر زینب، بحث و درگیری خانواده‌ها سر شیربهایی بود که باید احمد پرداخت می‌کرد که روی رابطه احمد و زینب هم تأثیر گذاشت و باعث شد که زینب تصمیم به جدایی از احمد بگیره. این در حالی بود که خانواده مقتول مدعی شدند چند روز قبل از حادثه زینب از تصمیم جدایی منصرف شد و گفت تصمیم داره رابطه‌ش رو با احمد بهتر کنه و بهش یک فرصت دوباره بده. به همین خاطر موقعی که خبر قتل دخترشون رو شنیدن، حتی فکرش هم نمی‌کردن که احمد دخترشون رو به قتل رسونده باشه. احمد با شنیدن حرفهای پدر نامزدش سریع بلند شد و در دفاع از خودش توضیح داد که وقتی از نامزد اولم جدا شدم با زینب ازدواج کردم که از روز اول با هم مشکل داشتیم، ولی تمام تلاشمون رو می‌کردیم که این مشکلات برطرف بشن تا اینکه اختلافات ما به ماجرای شیربها رسید که من باید مبلغ 30 میلیون تومان شیربها به خانواده نوعروس می‌پرداختم و چندین بار به خاطر این موضوع با هم دعوا کردیم که در نهایت به اصرار زینب بحث‌هامون رو تموم کردیم و قرار شد من کوتاه بیام و پول رو پرداخت کنم. اما خیلی زود رفتارهای همسرم تغییر کرد و من می‌دیدم که هر روز سوار تاکسی اینترنتی میشه و به بهانه دیدن من خانواده‌اش رو میپیچونه و مدام میره بیرون. با وجود این سوء ظن کاری از دستم بر نمیومد و هیچ مدرک مستندی هم برای ادعام ندارم. ولی اختلافاتمون موقعی شدت گرفت که نامزدم وقتی راجع به این قضیه باهاش صحبت کردم اولش تفره رفت و ازم فرار میکرد و در آخر شماره تلفن منو توی فهرست سیاه گذاشت و پدرش هم تهدیدم کرد که طلاق دخترش رو ازم میگیره. به همین دلیل به شدت عصبی شدم چون که اون 25 روز بود به من بی‌محلی میکرد و جوابمو نمیداد. اینطور شد که کارد آشپزخونه رو برداشتم و سراغش رفتم. بازپرس پرونده با شنیدن ادعاهای احمد با توجه به اینکه هیچ مدرکی برای اثبات حرفهاش نداشت، دستور ردیابی سیم کارت و تلفن همراه مقتول و همینطور بررسی ساعت‌های ورود و خروجش توی محل کارش رو صادر کرد که هیچ چیز مشکوکی پیدا نکردن و بعد از گذشت چند جلسه مقتول از اتهامی که شوهرش بهش زده بود تبرئه شد.
از طرفی هم معاینات پزشکی و روانشناسی احمد نشون میدادند که اون به بیماری بدبینی و شکاکی مبتلاست و حتی نامزد سابقش هم به همین دلیل از اون جدا شده که شهادتش توی دادگاه مدرکی شد بر علیه ادعاهای احمد راجع به مقتول. در نهایت توی آخرین جلسه دادگاه احمد اتهامش رو پذیرفت و از خانواده زینب طلب بخشش کرد. اون راجع به حادثه اتفاق افتاده گفت: چون زینب جوابمو نمیداد و مدام ازم فرار میکرد، با خودم گفتم حتما پای نفر سومی در میونه. برای همین سراغش رفتم و ماجرا رو براش تعریف کردم که عصبی شد و وسط خیابون ولم کرد و رفت. بعد از اون هم بلاکم کرد و دیگه جوابمو نمیداد. از طرفی هم پدرش تهدیدم کرد که طلاقش رو ازم میگیره. با همه اینا بعد از گذشت چند روز دیگه طاقت نیاوردم و حوالی ظهر که میدونستم وقتش آزاده سراغش رفتم که دیدم جلوی محل کارش داره با یه مرد مسن حرف میزنه و میخنده. اینقدر عصبی شدم که برگشتم خونه و به خودم گفتم طلاقش میدم. ولی بعد از گذشت چند ساعت دیگه طاقت نیاوردم و کاردی از توی آشپزخونه برداشتم و سراغش رفتم. وقتی از محل کارش بیرون زد چند دقیقه‌ای تعقیبش کردم و همین که دیدم خیابون خلوت شده کارد رو از جیب لباسم بیرون کشیدم و سمتش دویدم و تا جایی که تونستم با کارد به سینه و گردنش ضربه زدم و سریع فرار کردم. بعد از این که کشتمش متوجه شدم که اون مرد رئیسش بوده و هیچی بینشون نبوده. در نتیجه بعد از اعترافات قاتل و پذیرفتن جرمش احمد 23 ساله به قصاص نفس محکوم شد. این در حالی بود که خانواده مقتول نمیتونستن نصف مبلغ دیه رو پرداخت کنن و تصویب حکم به تعویق افتاد که با توجه به اینکه طبق ماده 428 قانون مجازات اسلامی در مواردی که جنایتی نظم و امنیت عمومی رو به هم بزنه یا احساسات عمومی رو جریحه دار کنه و مصلحت در اجرای قصاص باشه ولی اولیای دم توان پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص رو نداشته باشن، با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضاییه تفاضل دیه از بیت المال پرداخت شد و حکم قصاص قاتل بعد از 4 ماه صادر شد. ممنونم از این که تا انتهای روایت همراه ما بودید. برای دیدن گزارش‌های واقعی بیشتر از پرونده‌های جنایی حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا هیچ داستانی رو از دست ندید و با لایک ها و کامنت هاتون از ما و فعالیتمون حمایت کنید. راستی نظرتون راجع به این پرونده چیه؟ منتظریم بدونیم.